این تصنیفو یعنی عقرب زلف کجت که اسم عجیبی هم داره، میگن که ناصرالدین شاه ساختتش، که این موضوع خیلی میتونه برامون جذاب باشه. البته بعضی هم میگن که علی اکبر شیدا ساخته این تصنیفو. در هر صورت توی این ویدیو میخوایم با ستار تیکه به تیکه، کلمه به کلمه، جمله به جمله، حجاب به حجاب با هم دیگه توی اصفهان صلح بزنیمش. یه بار عکس نوتش هم توی کانال تلگرام برات گذاشتم، توی اصفهان صلح. آخر سرم یه بار تو اصفهان 2 با تار برات توضیح میدم و میگم که پرده بندیش چجوری، و یه بار کامل با تار توی اصفهان 2 میزنیم با هم دیگه. پس بزن بریم. درود، من رضام، اینجا کانال یوتیوب منه. تو این ویدیو میخوایم تصنیف عقرب زلف کجت رو با هم دیگه یاد بگیریم، تیکه به تیکه، کلمه به کلمه، حجاب به حجاب، مثل همیشه خیلی ساده و روون. عکس نوتش رو توی کانال تلگرام گذاشتم، پیش فرضم برای اینه که الان داری نگاش میکنی. میخوایم توی اصفهان صلح اول با ستار بزنیم. ببین، ر می کرون، کوک سازمون هم دو سل ر با دیاپازون کوک شده. ر می کرون، فا دیگز، سل، لا، سی بمول، دو، ر. نوتایی که تو این تصنیف البته استفاده میشه از این سی بمول ما تقریبا جلوتر نمیریم، یه بار به دو اشاره کوچیک میکنیم. از این ر اینجا عقبتر نمیریم، یعنی ر می فا سل لا سی. محدوده‌ای که قرار استفاده بکنیم ازش همین 6 تا نوته. و گفته میشه که یعنی میتونیم بگیم که توی گوشه بیداد از دستگاه همایون این تصنیف. اگه شناخت دستگاه همایون رو دیدی قبلا توی کانالم، الان با گوشه بیداد و کلا دستگاه همایون آشنایی. یه حالتی داره گوشه بیداد که میگفت دارالالای لای دارای دارادای دا. خب شروع این تصنیف هم اینجوری دیگه، عقرب زلف کجت، دقیقاً گوشه بیداده. پس میتونیم این شکلی هم ببینیم، یعنی اگه یه جا خواستی بگی میتونیم بگی این تصنیف توی گوشه بیداد از دستگاه همایونه. حالا اینجوری شروع میشه، ریتم 6 8. مرسی که ویدیو رو لایک کردی. همین اول کاری یادت بندازم با هم دیگه بریم. انگشت اولت روی نوت فا دیز با یه سکوت سیاه شروع میشه که میتونیم به سیم بم یه مضرب چپ بزنیم، بگیم بم فا سل لا، حرکت بکنیم به سمت جلو با انگشت دوممون بیایم روی نوت لا، چون که اینجا با انگشت سوممون سی بمول رو میخوایم. بم فا سل لا. حالا بزن سیل سل سی لا، یعنی ببین اون لاه که یه دونه دولا چنگه، یه اشاره میخوره فقط این شکلی. بعدش سل سی لا، یعنی براش مضراب نزن، اینجوریش نکن. دلیلش رو الان زمانی که شعر رو می‌خواستیم سوار ملودی بکنیم متوجه میشی. پس بم فا سل لا سیل سل سی لا، ادامه میدیم فا سل لا سل سیل لا. یه بار بخاطر این فاه میریم عقب، دوباره برمیگردیم سر پوزیشنمون. ببین فا سل لا، دوباره میریم جلو که با انگشت دوممون روی لا مستقر شیم. فا سل لا سل سیل سل، دوباره این سی به این لاه که با خط اتصال وصل شده مضراب نداره لاه. وقتی که به سی مضراب میزنی فقط انگشتتو بر میداری که صدای لا بیاد. به این کار میگیم اشاره، این تکیه نیست. فرق تکیه و اشاره رو به زودی برات میذارم توی همین کانال. خیلی بچه‌ها دارن جدیداً اشتباه میگیرن و خیلی از آن سوال میشه که فرق تکیه و اشاره چیه با هم دیگه. تکیه، اشاره و استکاتو، فرق این ستا رو با هم دیگه به زودی میذارم برات. الان این اشاره است، یعنی به سی یه مضراب میزنی، انگشتتو برمی‌داری که فقط صدای لا بیاد. از قبل هم نوت لا رو گرفتی. پس حالا تو میزان بعدی یه دونه لا فقط میزنی.
فا سول لا سول سی لا. بریم همین خط اول و این 4 تا میزانو که یه عبارته بریم ببینیم شعر چجوری روش سوار میشه. اقربه فا سول لا بم اقربه. حالا سیل سول سی لا یعنی زول، سی و لا که با خط اتصال به هم وصل شدن روی یه دونه هجایه، روی زول زول ف. حالا این سوله میشه هجای ف، زول ف 2 تا هجایه، زول ف کجت سیلا کجت، زول ف کجت زول ف کجت. حالا فا سولا سول سیل لا با قمر قری نه ری روی سی و لاه ری نه با قمر قری نه. یه بار درست حسابی گوشش کن کامل. اقرب زلف کجل با قمر قرینه. بریم سراغ خط دوم. فا سول لا با انگشت دومت حالا بیا رو سی بمول، چون که میخوایم یه اشاره به دو بکنیم. سید سی لا سول، سید سی لا سول. به اینیم نه، به اینم میگیم اشاره. ببین یعنی لحظه آخر میزنیش، لحظه آخر اون دوها رو میکوبی. زمانی که میخوای بری سراغ اون سیه نوت بعدی، لحظه آخر باید با این حالت اجرا بشه. بچه لطفاً انگشت گذاری ها رو یه خورده با دقت بیشتری نگاه بکنین، چون معمولا شماهایی که دارین این ویدیوها رو میبینین تو یوتیوب کلا دارین آموزش موسیقی میبینین، دارین خودآموز کار میکنین. حالا منم تمام سعی و تلاشم میکنم که با جزئیات کامل بهت نشون بدم، تو هم دقت تو یه ذره بالا ببر. چند روز پیش یه سری کلاس‌های رفع اشکال گذاشتم، دونه دونه خیلیاتون رو دیدم. اکثرتون مشکل انگشت گذاری داشتین، همه چی رو خوب می‌زنین ولی توی انگشت گذاری خورده کم دقتی کرده بودین و این انگشت گذاری باعث میشه که راحتی ازت گرفته بشه موقعی که داری ساز میزنی. تمام اصول انگشت گذاری که بهت میگم یا هر کسی بهت میگه نهایتا برای راحتی توه، قرار نیست نوازنده رو اذیت بکنه، قرار نیست تو اذیت بشی، برای راحتی تو. پس گوش کن، با دقت گوش کن این چه مدل انگشت گذاری رو میگم که راحت تر باشی. خب پس با انگشت دومت میای رو سی بمول که اینجا بتونی اشاره پس و پیشش رو بزنی. سید سی لا سول. میری عقب، حالا با انگشت اول روی فا، فا لا سول فا میره. اینجا این نکته داره، می کرون و ره رو که اینجا قرار بود بزنیم میتونیم اسم زردمون هم بگیریم. فا لا سول فا میره. میتونه راحت تر باشه این برات. اول اینو یه بار یاد بگیر. می کرون بالای لا کرونه رو سیم زرد، ره هم که دقیقا بالای سوله. فا لا سول فا می ره یا فا لا سول فا می ره. این شکلی اگه دوست داشتی میتونی با انگشت دوم بپری عقب، می کرون رو بگیری. خب فا لا سول فا می ره سول. میزان آخر خط دوم شکلی ره سول که شعری که روی خط دوم سوار میشه کلا اینه. تا قمر با انگشت دوم که اومدی رو سی بمول میگی در اقربه. تا قمر در اقربه. فا لا سول فا می ره سول. کار ما چونینه کار ما چونینه. بهترین ورژنی که میتونی از این تصنیف گوش بکنی به نظر من ورژنیه که ایرج بستانی خونده توی آلبوم بوی نوروز
که حمید متوسم تنظیم کرده. فوق‌العاده تنظیم درخشانیه، خیلی خیلی جذاب. اگه دوست داشتی حتما برو اونو گوشش کن. حالا بریم سراغ خط سوم، جمله ترجیع بندیش که میگه کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه. بریم با انگشت سومت سولو بگیر، بزن بم سول سول فا می. تمام. سول سول فا می. خیلی ساده. حالا با انگشت اول دوباره برگرد روی فا، بزن فا سول سول فام. فا سول سول فام. از فا به می هر جوری که دوست داری این اشاره رو بده. میتونی با یکت برگردی عقب. اوکی؟ حالا ر می سول فا می ر سول. ببین ر می سول فا می. حرکت انگشت گذاری رو نگاه کن. ر می سول فا می. این فاصله میکرون تا فا دیز ممکنه یه خورده بزرگ باشه، بلند باشه. حواست باشه زاویه مچتو خراب نکنی، مچتو تو همون حالت استاندارد حفظ کنی. شعرش رو بخونیم آروم. کیه کیه سول سول فا می. کیه کیه در میزنه فا سول. به لا اشاره میدی. فا سول سول فام. در میزنه من دلم میلرزه. تکرار میشه اینجا. ولت یک رو زدیم ر سول. حالا تکرار میشه به همون سر خط سه. در و باله گر میزنه من دلم میلرزه. دفعه دوم ولت دوم یه نمیزانه که توی خط چهارم نوشتم. ر سکوت. در و بالن گر میزنه من دلم میلرزه. سکوت. بریم سراغ جمله بعدی که تو خط پایین آوردم نوشتم قاطی نشه با اون بالایی ها، جا زیاد داشتیم چون که کوتاه کلن. این جمله آخر، این بزنیم دیگه تمامه. انگشت گذاری که برات نوشتم توی هر میزان روی ضرب اول نوشتم استارتت با 3، ضرب دوم استارتش با 1. یه الگوی ثابته که میخواد تو پوزیشن‌های مختلف تکرار بشه. ببین سی لا سول لا سی. اینو یاد بگیری انگار که تا آخرش این جمله رو یاد گرفتی. یه دونه الگو رو یاد بگیری همونایی میخوام کپی پیست کنیم تو پوزیشن‌های مختلف. ببین با انگشت سومت از روی سی بمول استارت بزن. سی لا سول. بعد با انگشت یکت میری رو لا. لا سید. به 2 اشاره میکنی. سی لا سول لا سید. انگشت گذاریش میشه 3 2 1 1 2. این همین کاری که کردی و اگه دوست داشتی الان اینو یه چند باره تکرار کن تا قشنگ برات جا بیفته. این همین کار. حالا بیا انگشت سوم تو بذار روی لا. قبلیش از سی بمول شده بود، حالا از لا. لا سول فا سول لاس. عین همون قالبه. بعدی از سول سول فا می فا سول. پس یه خطر کوچولویی که ممکنه اتفاق بیفته برات اینه که چون قرار با انگشت سوم بپری هر الگو رو استارت بزنیم، مکس ایجاد بکنی بین هر میزانت، وقفه ایجاد بکنی. تمام تمرکزتو بذار این که این وقفه رو ایجاد نکنی. اوکی؟ ببین این شکلی بزن. یعنی ممکنه اینجوری بزنی. میتونم حدس بزنم که 99% الان اشتباه رو میکنی. اوکی؟
چون که همیشه ممکنه اتفاق بیفته. پس تمرکزتو از همین الان بذار روی از بین بردن اون وقفه بین میزان ها که اون از همه مهمتره، چون که شعر داره پیوسته میره. میگه ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان. میزان آخرش میشه سل فا می. روی می سیاه نقطه داره یه یو نوشتم. یه تکنیکه که قبلا هم توی ویدیویی توضیح دادم به اسم کمان. این شکلیه. همین الان اگه بلدش نیستی یادش بگیر. انگشت دومت روی می کرونه، یه مضراب میزنی بهش، ره هم از قبل گرفتی پشتش، برمیداری دوباره میذاری. ببین این کار رو خیلی سریع انجام میدی. یه مدل تک به سه، یعنی یه مضراب زدی با 3 تا صدا، میره می صدا میده. پس ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان. بریم تو خط بعدی که داره از همین الگو دوباره استفاده میکنه. این دفعه از لا شروع میشه. یه جمله که تکرار هم داره. لا سل فا سل لا س. همون الگو دیگه از لا. 3 2 1 با انگشت 1 میره سل. سل لا س به سی اشاره میکنیم. با انگشت 3 میره سل. سل فا می فا سل. از سل به لا اشاره میکنیم. حالا این دفعه از فا دیگه. اینو نداشتیم تو جمله بالایی. همون الگو، همون قالب، همون انگشت گذاری، همه شرایطو داره، فقط دفعه از فا دیز شروع شده. فا میره می فاس. توی والت 1 میزنیم فا میر لا فا میر لا که تکرار بکنه. فا میر لا یه چیزیه که پل میزنه به حس انتظار ایجاد میکنه که تو برگردی به دوباره سر جمله به اول خط. دفعه دوم که تکرار کردی بگی فا میر ره و این ره بهت حس خاتمه بده. شعرش اینجوری میشه. میگه که از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان. فا میر اشاره ره اینجوری زدیم. کنم جان از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم. اگرم احساس کردی برات سخته که این اشاره ها رو بدی، یه خورده احساس می‌کنی سطحت پایین‌تره، ساده بزن، اشاره ها رو نده. بگو از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان. از برم مرو خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان. بدون اشاره ها بزن، سخت نگیر به خودت، مهمه که بزنیش و حال بکنی. خب اینجا دوباره جمله اول میتونه تکرار بشه با یه شعر جدید که میگه نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه. دوباره کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه. خب حالا بریم یه بار از اول تا آخر توی اصفهان 2 این دفعه با تار بزنیمش.
با تا که میزنیم گام عوض شده. سیمای دستبازمون همون بر اساس دیاپازون کوک شده. البته این دفعه دو سول دو سول دو. بچه این تاره همونه که تو ویدیو قبلی رگلاژش کردم، سیم و پوست و پردهش عوض کردم. الان 2 روز گذشته از رگلاژش، ای به مرور زمان قرار بهتر بشه. ببینیم صداش چجوری شده. اصفهان دو این شکلیه که میگیم سول لا کرون سی بکار دو ره می بمول فا سول لا بمول سول فا می بمول ره دو سی بکار لا کرون سول. کل پرده که توی اصفهان دو یا همایون سول داره اتفاق میفته این شکلیه. پس اینجا وقتی که بخوای بزنیش داریم انتقالش میدیم به اصفهان دو. این شکلی میشه ببین سی دو ره. مثلا برای صدای من بالا اگه بخوام تو اصفهان دو بخونم من ترجیح میدم تو اصفهان سول بخونم. حالا ببینید یه نفر صداش چکوکه یا خانومه، اون برای سخته میخواد اینجا بخونه، باید بتونیم که یه تصنیف و انتقالش بدیم تو گام‌های مختلف که اگه جای صدامون نبود راحت تر باشیم. پس بمش رو میخونم. اغرب زلف کجد با قمر قرینه تا قمر در اغرب کار ما چنینه دو دو سی لا سی دور دو سی سل لا دو سی لا سل. پوزیسیون کلا عوض شده، اصلا همه چیز یه شکلی است، انگشت گذاری یه شکلی است. اگه دوست دارید توی این گام هم تمرینش بکن.